آفرین شوکت بابا. تمام. ببین شوکت عمو جون، اگه الان زامبیا بریزن اینجا من فقط میخوام کنار تو باشم. صبر کنی بابا، هنوز مونده، نوبت خودمه. میدیش به من خوان داداشم؟ اینو؟ نه 14. اوی بگی بینم. تماشا کنید. ایفل دمت گرم. آفرین. خواهش میکنم. حالا یادگار تو دیگه کی هستی؟ خب دیگه بیا فهمی نوبت توه. نه شوکر، من توبه کردم. دست به اسلحه نمیزن. برای چی؟ هیچی نپرس. گلسوم خانم گلم، میخوای تو هم بزنی؟ نه خیلی ممنون، من اسلحه خودمو دارم. اوی برکلا. خب یکی باید از شکرچی زاده ها دفاع کنه دیگه. وای مادر جون چی کار میکنین؟ حالتون خوبه؟ خودتون رو زخمی میکنین؟ دیوونه شدین؟ یه وقت اتفاقی چیزی میفته، الانم که سر کوهی. بگیرش ببینم. اینم بگیر برو کنار. بکش کنم. جدی میخوای بزنی؟ نشونگیری و از شوهر مرحومم یاد گرفتم. آفرین بابا. اوی قهرمان اینجاست. قهرمان اینجا. قهرمان. بابا تو چی بودی؟ احترامم به مادر بزرگت 100 برابر شد. ترس منم 100 برابر شد. گلسوم بانوی ما چی بوده؟ عجب. آیفه تو هم یه تیر هوایی در کن، رسمه دیگه. نه یادگار، من با تفنگ گرفتن مخالفم. میدونی که من زن عشقم. مقدس خانم، زردک خانم جونم، بگیرش، بگی تو هم یه تیر هوایی در کن. امون حالا که حتی مادرم میتونه، باید خیلی چیز راحتی باشه. بگیرش مادر جون، بگیرش. آخ دخترم یه وقت شونت در باشه بیا. نری. وایسا یه لحظه. اینو رو شونت میذاری. بچسبون شونت در میره ها اینجوری. باشه. بچسبون. باشه فکر کنم چسبیده. باشه یواش. بگیر. خب مامان. چیه؟ بگیر بابا بگیر. مراقب با شونت در نره. میزنم. بزن. مقدس چی شد؟ بیا پاشو. باشه. خوبم. یه جا خوردم. من دوباره میزنم. باتا یه کاری بکن، یه هوشونش در میره. من چی کار کنم؟ مقدس خانم بسته برای امروز به حد کافی شلیک شد. مقدس خانم ولش کنین، یه وقت شونمونتون در میره. غذا سرد میشه. راست میگه. بریم غذا یخ کنه. بریم بابا بریم خانم. خودت بریم که دلم قش رفت. نه شما وایسی. چیه؟ هستین مسابقه بدین؟ منظور؟ دخترها و پسرها. باشه، اما بازنده هرچی برنده ازش خواست و قبول میکنه. باشه؟ من متوجهم تو از چی حرف میزنی فاطمه جون، اما برای این اول باید برنده شی. بابا زینب خانم، این اعتماد به نفس از کجا اومده؟ بابا تو ولش کن اورهان، اینا همش بلوفه. باشه، سلحشور تیم ما منم. مال شما کیه؟ باشه، سلحشور تیم ما هم منم. کسی اعتراض داره؟ من نمیشه. چرا نمیشه؟ خیلی خوبم میشه. بدش من. نه چیز نه فاطمه با این نکن. دوبله شده دار. باشه نمیشه. یادم اومد. پس یا دست این ور چی کار میکنی؟ بدش به من. خیلی خوب، حالا یکی شلیک میکنین. کسی که نتونه یکی از هدفها رو بزنه میبازه. خب حله. گرفتیم. خب پس آبجی خانمان مقدمه. تازه با نزاکت شدی جونم. دمت گرم. همینه، آفرین.
خیلی خوب بود آره زود خوشحال میشه. بزن دیگه. orhan واقعا که دست درد نه نکنه. بابا وایسا بابا ایراد تفنگ قاد زده. آیندم بازی کردی هیچ حواست هست؟ داشت بابا تقصیر اینه دایی این خرابه. زینب بس دیگه، بیاین دیگه، گشتتون نیست، غذا اومد. نه بابا جون، ما هنوز گشنمون نیست، شما بخوری. میگم یه دوری بزنیم با هم. باشه بگردیم. میخوایم بگردیم. باشه داماد، حواست باشه. نگران نباش بابا. باشه دایی خیلی خوب دیگه ولش کن، نتونستی بدش به من. ولش کن برو. بد نبود خب دیگه آفرین. بفرمایید نوش جان. کامیل اول میهمونا. بذار اینجا. میام. بیا. بیا پایین دوتایی بگیریم. وای اینجا معرکه است مگه نه فاطمه؟ بچه ها کجا موندن؟ بیا دخترم، بیا از اینم نوش برد. جان از داداش من. شوکت ببین چی برات آوردم. وای بهجت، خوب شد آوردیش. گفتم شاید دل تنگ شده باشه. یه ذره شده بود، خوب شد آوردیش پیشم. فقط بهجتمون کم بود. بهشت چیه دایی؟ پرنده است دیگه جونم، پرنده. ببین اینه. جان چه پرنده خوشگلیه. داداش شوکت این بچه نداره یه دونش هم ببریم خونه ما تو استانبول. یه. مگه بچه گربه است ببری خونه بزرگش کنی؟ این پرنده وحشی آیفر آدمو تیکه پاره میکنه. منو تیکه پاره میکنه؟ تا اون بخواد منو تیکه پاره کنه باهاش یه رشته پلو درست میکنم دم مسجد پخش میکنم بخورد. خیلی سرد یخ کردم. بیا جونم بغلم کن. بیا 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 گرم میشی. بیا دیگه بیا. مادر جون چیه مقدس؟ دلت تنگ شده؟ دلم یه ذره شده مادر جون. حتی گاهی که پیشم هم هستی دلم براتون تنگ میشه. خواهری مقدس هم هیچ قدر شوهرشو نمیدونه. باور کن. نگاه کن تا میره پیشش این در میره، تا میره پیشش این در میره. واقعا که این چه وضعیه. من استانبول رفتیم با این مقدس حرف میزنم. حیف این مرد نیست. یه نگاه بهش بکن. خربونه اون قد و بالا. اوه چی کار داری میکنی؟ زل زدی زشته بابا. خوش بسرم. بیش. ببین جواد، چششو میبینی؟ ها؟ آقا درست مثل خودت نگاه میکنه. مثل من؟ اینجوری آره؟ مثل آدمی زاده باورم نمیشه. قربونی شیرم چه نقشی داره. جونم. میگم زینب اینجا دیگه چه جور جاییه؟ واقعا هم فاطمه. آخه من چرا از بچگیم دیگه نیومدم این برا؟ معرکه بابا است. چرا منو نیورده؟ انگار افتادیم توی سیاره دیگه. باورم نمیشه. اما هر از گاهی گوشیتو چک کنی یا گم نشی. واقعا که کی شد تو پیش من باشی گمشی؟ زینب
بذار منم یه دور بشینم. دیگه چی فاته؟ اسباب بازیه؟ فکر کردی بچه بازیه؟ کشتی به این گندگی نمیشه. یه ذره بابا، یه ذره بشینم. نمیشه. پس من چیکار کنم؟ تو امروز کاپیتان کوچولو میشی. کاپیتان چی؟ کاپیتان کوچولو. میری میشینی پای رادار. رادار اونه؟ وای چی شد؟ این چیه؟ رادارش کجاست؟ من چه میدونم، این مانیتور داره؟ ما من از حفظ کشتی آوردم اینجا ولی خب چی شده؟ ما چجوری برگردیم خونه حالا؟ زینب چی داری میگی؟ موندیم وسط دریا؟ نه بابا چرا نگو. من تو این دریا بزرگ شدم، میدونم ساحل کجاست. اون و این خدایا ما همون یه بار بود دیگه. بلندی بلندتر اینجا. بیا. بلندی چی شد؟ دختر باباشه دیگه انگار منو بلند کن. زینب زنگ بزن به 911 FBI. سلین. یکی هم اونو داشتیم. باشه تو همشونم با هم بودیم و خیلی هم خوش گذشت مگه نه؟ آره خیلی کیف داشت. اینا چی کار میکنن اونجا؟ چی شده؟ این قارچا رو نگاه چقدر خوشگلن. قارچ؟ چه قارچی؟ نگاه چقدر خوشگلن. آره بابا خیلی خوشگلن، نگاش کنین. دیوونه اونا تو خاک قشنگن، چرا کندیشون؟ آقا یه چیزی نکنه اینا سمی باشن اورهان. نه متو جون چه سمی، اینا رو من و دایی هر سال جمع میکنیم. خب خوشمزه است؟ داداش چه جورم، اینا گنده هاشون هست، اونا از 100 تا گوش خوشمزه تره. اورهان مطمئنی دیگه نه این قارچ سمی نیست؟ گفت مطمئنم دیگه، از این بزرگتراش هست. خب من عاشق قارچ بزرگم، رو منقل کبابی میکنیم میخوریم. خیلی خوب گوش کنین چی میگم. به صورت گروهی، البته گروه‌های 2 نفره پخش میشیم میریم قارچ جمع میکنیم بعد میخوریم باشه؟ خب فقط به قارچه کوچیک دست نزنیم. دنبال چی میگردین فاتح جون؟ پخش میشیم. بریم. آی کوچولو. پخش شیم. فاتح بجنبیم بریم. بریم. آخه زود چرا باشیم. جدا میشیم؟ من بجنبیم. نمیفهمم. چی میشد همه با هم بریم؟ ولشون کن زینب، به خدا خسته شدم همش با هم میچرخیم بابا. 2 دقیقه یکم دوتایی با هم تنها باشیم. چه جور رابطه ایه؟ تازه اول رابطمونه. خب تنهایی خوبه دیگه. فاتح واقعا که حتی اینجام تو حتی اینجا، آخه اینجا رو نگاه کن تو اتمسفر بچسب. آی چقدر خوردیم دارم چرا نشینید یه چیزی بخوریم؟ فهمی؟ ببین چه نشسته پروازم نمیکنه. بله. ای خواهر بسته چه خبرته؟ این هوا میچسبه. کیا باید رژیم بگیرم به خودم برسم. آی چی شد خواهر؟ آیفر خانم یکم کمکم میکنین؟ آخر زمان رسیده. یا خدا شما شنیدین؟ دنیا با آخر رسیده. مقدس از من کمک میخواد. اوی ننم. آیفر خانم چرا انقدر بزرگش میکنین بابا؟ چیزه یعنی من دستشویی دارم. میگم با هم میایین تنها نرم. خواهش میکنم من میترسم. بله که میام خواهر حتما. وای خیلی ازتون ممنونم. بین دیگه داداش شکر مقدس خانم میخواد بره یه جا جیش کنه. باش میریم تنها نباشه. ما یه ذره میگردیم. گفتم که نگران نشی باشه. آیفر خانم چرا همه جا جار میزنین؟ چی کار دارین میکنین؟ بیان کمکم کنین دیگه بابا. خیلی خوب باشه بابا میریم. مقدس عزیزم من میبرم دیگه، بیا با هم بریم. بیا. نه فهمی تو منو نبر. آیفر منو میبره دیگه. پاشو دیگه. من میبرم باشه. پاشو دیگه. بیا. دستشویی زود کجاست؟ برگردین ها، معطل نکنین. اومدی نترس. خیلی باحاله. فهمی بگیرش. بهجت بگیر اسماعیل نگاه دارو به تو نگاه میکنه. آی خواهر کاش که آبم می آوردیم. ای جونم خیلی ممنونم اما تشنم نیست الان. آب خوردن نمیگم که. خب دستشویی کجاست؟ نگاه اینجا خوبه. از اینجا خوشت نیومد؟ نگاه کن اونجا هم خوبه. اونجا دید نداره. اونجا بشین بره. خواهر اینجا دنبال توالت میگردی نداره. خب یه جای خلوت پیدا کن بشین جیش بکن. بشین؟
بشین بشین. ها خجالت نکش، من که غریبه نیستم. برو بشین. آیفر خانم باور کنین نمیفهمم چی میگین، واقعا متوجه نمیشم. مقدس خانم جون چی متوجه نمیشی؟ میگم دشمنی رو تو دلت نگه ندار، بفرست بره دیگه. چی میگی؟ چیو بفرستم بره؟ تو چته؟ چیو؟ نمیفرستی نفرست. به من چه؟ مشکل منه؟ عجبا. خیلی خوب برو، نمیخوام کمکم کنی. نه یا برو، خودم میتونم توالتو پیدا کنم. خب پس راتو بکش برو. رو گزن مزنه نشینی یا پدرت در میاد. بعد بیا خر بیاره باقالی بار کن. پدر خودت در میاد. پدر هممون در میاد خانوم. هر کی باشه پدرش در میاد. اش انقدر هرسم داد که مال منم اومد. دیوانه. آی همینجا خوبه. آی یکم وایسا. خوب زینب ببین علفات و سرمون میرسه، یه ذره بشینیم، هیچ کس ما رو نمیبینه. فاتح جون چه جوری بشینیم؟ همه جا پر از گزنه خب مزنه. من کتمو میذارم، مگه چیه؟ بگیم کتت هم بذاری، اینجا پر از جک و جونه مگه برای چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ قارچ خوب. تونستین جمع کنی؟ ها نه. خیلی خوب پس برین جمع کنین. خب حالا قارچ مارچو ولش کنین، همه با هم بچرخیم دیگه. بله بسته دیگه، به حد کافی جدا بودیم، از این به بعد با همین فاتح جون. عجبا. چرا دعوا میکنی یه داداش؟ چیزی بیاین اینجا یه عکس بگیریم. بیاین آره؟ اینجا. چه عکسی بابا، بس گرفتیم فاتح، دیگه. اون مونوپات در بیار از تو کیفم. خدا عجب گیری کردیم. نگاه خوشحال میشین عکس رو گرفتیم که نگو. بیا انگار توریست ژاپنیه. بیا عجب جایی ها، نگاه کن ببین. هی گیر دیگه. باشه سب کن جورش کنم. عجب هوایی. آماده این؟ چه هوای از 10 خوبیه. شمارش معکوس شروع میشه. از چنده؟ زدم. چه زیاد؟ زدم از 10 زیاد نیست؟ خیلی زیاده. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی خوب تموم شد، حالا بریم. آبجی عکسو ببینیم. سب کن عکس‌ها رو ببینم. بعداً میبینیم. خب ببینم. اون چیه؟ این چیه؟ پاشو داره میاد. پاشو زود باش. بجنبی داره میاد. بجنبی. اومدم. بیا بالا بجنب. بجنب زود باش. زود باش مهته، هولش بده بیاد بالا. من نمیرم بیا بجنبی. زود باشین بجنبین بیاین بالا دیگه. چی داری میگی؟ بیا بالا دیگه. بکش بالا دیگه. با یکی دون بره پایین، اون یکی هول بده بیاد بالا، بعد خودش بیاد بالا. بابا من که چیزی نمیگم، حالا این همه درخت اینجا هست، حتما باید بیان بالای این درخت بجنبین دیگه. بیا بالا، برو پایین هستم. برو پایین. بجنبین بابا، این همه درخت هست، حالا بریم روی یکی دیگه. بجنبین. زنی که همش برک میخوره خیرش به کی میرسه آخه؟ آیفر! خب برکا. اوی آیفرم اومد. نوش جونتون. قربون دستت خاله. آیفر خانوم مقدس کجا؟ هنوز نیومده؟ نه مگه با شما نبود؟ ما با هم بودیم اما من میرم بگردم. تو بشی، تو میری گم و گور میشی و دنبال تو هم بگردیم. بیام آقا. نمیخواد. آیفر زن بیچاره رو ول کردی وسط جنگل؟ من چه میدونم یادگار. زن خجالت کشید، منم گفتم حتما کارش طول میکشه، هیچی نگفتم. گوشی اینجا خط نمیده؟ نه آنتن نمیده. ای بابا. بی تو چه آخی؟ نمیده دیگه.
بابا من کجام آخه؟ خدای خرس میره سر رام سبز میشه بیچاره میشم. البته من خرسو میترسونم میره. شکی که تو این نیست. ای خدا اینجا کجاست؟ من کجام نمیدونم آخه من من جیم شده. آی من چیم شد؟ کجا پریدم؟ آی نکنه من مردم. اینجا کجاست؟ اینجا دیگه کجاست؟ کمک! آیفر! خرسه رو نمیبینم، انگار ردمونو گم کرده. فاتح جون این خرسه. سر خرس و شیره میمالی. یه خرس هیچ وقت رد گم نمیکنه. میبینی که دیده نمیشه. زینب چیه؟ کمین کرده؟ عجبا. آقا اینجا نمونیم، اینطوری حل نمیشه. ممکنه این خرسه رو ما زوم کرده باشه. بچه ها بریم، الان دوباره جلو چشممون سبز میشه. بابا سلین جون نترس بابا نترس. میبینی که رفته دیگه نمیتونه پیدامون کنه. پیدا کنه چی؟ فادیک نمیتونه بابا نمیتونه. این خرس اگه جامونو میفهمی تا الان تیکه پارمون کرده بود. ببینیم این خرسه شاید همین الانم داره از یه جایی نگاهمون میکنه. بابا خرس شوخی بردار نیست. چیو نگاه میکنه؟ عجبا. ای بابا این چه وضعشه؟ هر وقت با شما این همش یه بلایی سرمون میاد، همش به خودمون میایم میبینیم که از یه چیزی داریم فرار میکنیم. تلسم شدیم. من به خرسه گفتم بیاد ها. تقصیر داداشته. گیر داد بریم قاچمار جمع کنیم. بفرما اینم از قاچ جمع کردن. باز کاسه کوزه ها سر من شکست. عجبا ما چرا اومدیم اینجا؟ اومدیم چای بچینیم، اومدیم کار دنیز. مگه من گفتم بیایم اینجا؟ هر کی میشه میندازین گردن من. شما هم دم بدید. همش خیلی خب بابا بس دیگه دعوا نکنیم. به خدا دیگه خسته شدم. از اینجا بریم پایین بریم خونمون. خسته شدم. این چه وضعش آخه؟ آره بابا بریم خونه. خونه نرسیده ما رو به کشتن میدن. منو نگاه 6 متر و نیم زبون در آوردی ها. یکم با ادب باش. چی داری میگی تو؟ عجبا مگه تقصیر ماست؟ نه خیر. فقط مونده بود میمون بشیم که شدیم. ببین الان من تو رو اعصابم خورد شد. اینو بگیر بنداز طرفش. منظورش این نبود. بی ادب بیشور. دیگه اینجوری چجوری برم پایین حالا؟ بیا اینو بپوش. بیا. قوز بالا قوز. بیافتین تا چشتون در. ببین منو. به خدا هیچی نیست بندازم بهت. پیغام که داد نزن. خفشو. تاب نده دیگه. کسی اینجا نیست؟ من چجوری از اینجا برم بیرون؟ مقدس مقدس کمک! شاکت خان من اینجا. مقدس شاکت کاپیتان کمک! شاکت در من اینجا. مقدس خانم تو اینجا چی کار میکنی؟ افتادم. خب شاکت خان تو رو خدا نجاتم بدین. زود باشین عجله کنین پلیس خبر کنین. آتش نشانی بیارین آمبولانس بیارین. حتما همه استخونام خورد شده. خیلی خب بابا باشه خانم هول نشو. ببین الان من خم میشم و دستم دراز میکنم و تو دست منو میگیری میکشمت بالا. فهمیدی؟ باشه بیا بگیرم بگیر از بالا. بیا بالا. بیا بالا. آفرین. بیا من داری بکش. نکش منو نکش پایین. اوی چی شد فهمی؟ خبری نیست؟ پیداش نکردی؟ نه مادر، انگار زمین دهن باز کرده رفتن زیر زمین. نه شوکت هست نه مقدس. امیدوارم برای سرشون نیومده باشه. پناه بر خدا. خدایا خودت کمک کن شای ماهی نخورتشون. آی نکنه مقدس جای اشتباهی چیز کرده. دور از جون رفته اون دنیا. خواهر ببین چند ساعته این زن خبری ازش نیست. ماما خاله آیفر راست میگه. اوی نه دخترم نترس. خاله آیفر داره شوخی میکنه نترس. نمیشه همینطوری دست رو دست بذاریم که یه کاری بکنیم فهمی. به پلیس زنگ بزن زود باش. کاش میشد مادر. اینجا آنتن نمیده. خب چی کار کنی؟ پخشیم همه با هم بگردیم. نمیشه، همینجا بشینین من میرم کلانتری. خواهر اگه اینقدر بزنت گیر بدی آخرش همین میشه. جواد
بدو دنبال فهمی خان. دیگه دنبال اون نگردیم، گم نشه. باشه برو باشه دیگه، برو. خانه دیگه. بدو پسرم، بدو. ای داد بیداد نکنه بلایی سرشون اومده باشه. تو دیگه چه جور آدمی هستی ها؟ من اومدم نجاتت بدم، همچه کشیدی منو انداختی پایین. کی گفته من کشیدمت پایین؟ تو افتادی اومدی پایین. تو چله من چیکار میکنی؟ کم مونده بود بیفتی رو سرم استخونامو بشکنی. عجب گیری کردیم ها. اونی که میگن بهش خوبی نیومده تویی یا من باید میرفتم همینجا ولت میکردم، همینجا بمیری و ماما جون ببین به چه روزی افتادم. ببین مقدس شکرچی زده و اون خدمه هاشم به چه روزی افتاده. ای خدا وقتی این همه آدم اینجا بود چرا رو سر من این شوکت افتاده؟ چرا؟ خدا رو شکر کن خرسه نیومده پیشت. اگه خرسه میافتاد چیکار میکردی؟ البته اون وقت دلم واسه خرسه میسوخت. کاش خرس میافتاد، حداقل اون زبون میفهمید. چه خرسی؟ اینجا تله خرسه. بابا خفه شو، داد نزن زن. میخوای کل حیوونا بریزن سر بود. شکر کاپیتان گل، تو مرد خیلی باهوشی هستی. تو رو خدا یه راهی پیدا کن ما رو از اینجا ببر لطفاً، خواهش میکنم، وگرنه به خدا دیوونه میشم. چی کار میکنی؟ آبجی میگم چطور اون اسلحه رو انداختی؟ اورهان جون چی کار کنیم؟ دویدنی افتاد دیگه. تازه فرض کنیم داشتیم میخواستیم خرسا بزنی. خیلی خوب ساکت باشین، جامون رو پیدا میکنه. فاتح ساکت باشیم که چی آخه؟ مگه میشه از اون قایم شو؟ چرا؟ چون اون یه خرسه، از چند کیلومتر اونورتر بومونو میفهمه. یعنی کارمون تمومه؟ یه لحظه یه پیشنهاد. به نظرم بریم تو آب. من توی فیلم دیده بودم که اگه بریم تو آب بومونو گم میکنه. گرفتی چی میگم؟ پسر دیوونه شدی؟ اینجا طوفانی، پا بذاریم رفتیم. نه من تو اون آب نمیرم، نخیر. چاره دیگه هم هست فادیک؟ هست. چرایی؟ باید ما رو بزرگ ببینی. ها؟ خرسا به اونایی که از خودشون بزرگتر باشن حمله نمیکنن. هوای تمیز عقل از سر همتون برده. زینب چجوری بزرگتر از خرس بشیم؟ قدمون رو دراز کنیم؟ بله. یه لقمه چپمون میکنه. یواش فاتح، یواش، زمین سره. یواش. فاتح یه چیزی بگم. تو این خرسه رو دیدی؟ دیدم. خب به نظرت ما الان از اون بلندتریم؟ امیدوارم. ها؟ دخترها دستاتونو ببرین بالا بترسونینش. خیلی خوب بیا بینم. برو دیگه. آفرین. حالا قدتو دراز کن. میتونی برسی؟ صبر کن یه لحظه. صبر کن ببرمت بالاتر. وایسه یه لحظه، وایسه، صبر کن. تو هم از اون نصفت که زیر زمینه استفاده کن دیگه. آبجی فهمیدم میخوای گنده تر از خرسشیم، اما کمرمون شکست. یعنی من چاقم آقا؟ نه قربون شکل ماهت برم، منظورم این نیست. اما اورهان جون زیاد حرف نزن تا برسیم پیش بابا. اینا اینطوری میکنیم، چاره دیگه ای هم نداریم. خیلی خوب زینب، پس بیا جامون رو عوض کنیم. زن و مرد برابرن دیگه. فاتح جون به جای این قرض زدن ها تندتر را بریم. بله یکم چاق شدم قبول، اما چیکار کنیم؟ جواد پسرم دارین درست میرین؟ بله کناتری یکم بالاتر آقا. تو اینجاها رو میشناسی پسرم؟ بله که میشناسم. همه جا گله. بابا اینجا چی کار میکنی؟ فاتح این چه وضعیه پسرم؟ بازی میکنیم. من و جواد داریم میریم کلانتری. چی؟ داریم میریم کلانتری، مامانتون نیست. دیگه نیازی به کلانتری نیست بابا، از خرسه راحت چه شدیم. خرسی پسرم؟ مقدس گم شده. پلیس مقدس خانمو برده؟ آخ ای کاش. مامان با پلیسا فرار کرده. مادرتون گم شده. بذارم زمین فاتح. آفرین جواد. بیا بالا. آفرین. یه لحظه. حالا اون یکی بادو بنداز. بنداز. آفرین. انداختم نشستم.
آها برو بالاتر برو آروم برو بالا. باشه من میبرمت بالا. بیا آها بیا برو آفرین. یه لحظه تو میتونی برو. کم مونده آخرشه آره یه ذره رسیده یه ذره بیا بالاتر حالا یه ذره بیشتر حالت بالاتر بدم. برو کم مونده برو. خیلی کم مونده شوکت خان یکم دیگه بیا برو. آی بکش خودتو. وای مامان مقدس شکرچی ساده ببین چی به سرش اومد. وای خوب شد حالا هیچکی این حالمو ندیده. وای جدی در اومده ما. خب بیا دستتو بده. مقدس خانم بلش کن. مقدس خانم مامان اینجا فاتح اونهاش. مامان مقدس چی شده؟ خرس بهت حمله کرد؟ نه خوب نیستم اصلا خوب نیستم. افتاده بودم تو چاله. زود بشین بریم برام آمبولانس بریزه. بابام اومده بود دنبال شما اونو ندیدی؟ نمیدونم. اینجا تو چاله. من وقتی افتادم از هوش رفتم هیچی یادم نمیاد. بابا همینجا باش. شوکت بابا داماد من از اینجا بیار بیرون بجام. چی شد؟ افتادی ته بودو کمک کن. صبر کن بابا بیا. جوونا از زمینای ما خوشتون اومد یا نه؟ از زمیناتون خوشم اومدم و شوکت، اما راستش من عاشق این خونه شدم. فهمی اینا انگار زیاد خوششون نیومد که امشب نیومدن. شوکت بابا جون این خونه چند سالشه؟ 300 سال. از وقتی یادم این خونه همین شکلی بوده. من اینجا به دنیا آمدم همینجا بزرگ شدم. اگه بدونین تو این خونه چه ماجراها و داستانایی داشتم. اوه پس برامون یه قصه تعریف میکنی؟ میخواین؟ وای نه اسماعیل از دایی نباید قصه بخوای. حرف الیفسو از اونجا جم نمیخوری دایی. تا داستان تموم شه همونجا میشینی فهمیدی؟ حاضر باشین براتون بگم. امشب اومدین برای همتون حکایت دارم. گوش کنین بشنوین. برای همه دردها درمان دارم. تو این سرزمین یه هیولا زندگی میکرده به اسم کانجورای سیاه. دیدی حالا؟ شنیدی اسمایی؟ آره؟ بله. در اصل این قطب شمال زندگی میکرده، اما وقتی اینجا زمستون میرسیده از اونجا راه میافتاده میومده اینجا. نه شب سرش میشده نه روز میگشته. هر کیم سر راش سبز میشده کارش تموم بوده. زیر یه چرم سیاه میچرخیده، صورتش از آسمون شب زیادتر. وقتی چشاشو اینجوری وا میکرد هیچکی نبود بتونه از جاش جون بخوره. شب و روز همینجور تو کوه و جنگل میچرخیده. یکی سر راش سبز میشد برمیگشت میپرسید اسم من کانجولای سیاهه، اسم تو چیه؟ و تنها راه نجات از دست این کانجولای سیاه این بوده که جواب همه سوالاشو بدی. اما قبل از هر حرفی که میزنی باید یه سیاه اضافه کنی. مثلا اگر ازت پرسید آقا اسم تو چیه؟ مته. میگی سیاه مته.
بپرسه شام چی خوردی چی میگی؟ میگی سیاه پلو. بپرسه بغل دستش چی داشتی چی میگی؟ میگی سیاه چای، سیاه نوشابه. بپرسه از کدوم محله میای چی میگی؟ میگی از سیاه محله میام. اگه اسم سیاه رو استفاده نمی کردی اون کانجولای سیاه دهن گندش رو وا میکرد درستی قوتت میداد. تو این سرزمین شبونه بیرون رفتن دل شیر میخواد بچه ها. در ضمن باید این قصه رم بدونی هنوز مونده. هم دل شیر میخواد هم زور یه خرس گنده. اینا نباشه شب نمیره بیرون. اگه این داستان رو ندونی میری قایم میشی. فهمیدی اسماعیل؟ فهمیدم. خیلی خوب پس ما رفتیم بخوابیم. زینب ما امروز اینجا که نمیمونیم عزیزم ها؟ البته که میمونیم فاتح. چرا؟ چرا یعنی چی؟ آخه بابا اینا خبر ندارن؟ دارن؟ البته که خبر دارن. دارن؟ تو ترسیدی؟ چی؟ کی گفته ترسیدم؟ آفرین، چون نیازی به ترس نیست. آره بابا. اون کانجولای در از تو زمستون سرده. زمستون اینجاها خیلی سرد میشه. برای اینکه بچه‌ها سرشون گرم بازی نشه دیر برن خونه این قصه رو درست کردن براشون. بچه‌ها رو بکشن خونه. آره دقیقاً همینطور. آره بابا. خب برای گول زدن بچه‌ها درست کردن دیگه، ترس نداره که. زینب توالت اینجا کجاست؟ فادیک پایینه، سمت چپ بیرون، روبروی آقور. توالت بیرونه؟ خونه جنگلی هافاته، میخواستی کجا باشه؟ اما لامپش خرابه. رفتنی یادتون نره چرا قوه ببری. نه من دستشویی ندارم. پس برای چی میپرسی؟ خب قصه‌هاتون همین بود؟ نه بابا زیاده. مخصوصا یکیشون هست داستان کنه سیاه. نه من بیشتر از این طاقت ندارم. لیپسو دوبله شده در استودیو جیم. شوکت؟ اینجا چی با میکنی؟ باز داری ما رو تعقیب میکنی ها؟ نه اومدم سر خاک. بله معلومه. از راه نرسیده بوده اومدی سر خاک شوهرت. این خاک بابام شوکت. شوکت بابا. بابا زینب آورده. بابا شما باز چه کلکی تو سرتونه؟ باز ترس برم داشته ها. زینب به جون خودت قسم این سری منم واقعا نمیدونم. زینب باهات حرف دارم. بابا باز یه چیزی شده مگه نه؟ این بار چی کار کردین؟ با مقدسینا دعوا کردین؟ ببینین بلایی سر کسی نیوردین که. دخترم ببین میخوام یه چیزی بهت بگم اما نمیدونم چجوری بگم. بگو دیگه. دخترم مادرتون نمرده، زنده است.